صبح نمیدونم چندم از سفر تو آنتالیا یه هتل گرفتیم، شب موندیم اینجا، خیلی خسته بودیم و الان ساعت نزدیکای 10 صبح آماده شدیم بریم توی آنتالیا دور بزنیم. علی داره ماشین رو مرتب میکنه. مثلا خودم هم بهتون نشون بدم. میکاپ کرده، تمیز، ترگل برگل. بریم آنتالیا رو بهتون نشون بدم. هرکی با من سخن بزنه کوس میشه افتر هر برام میبینیم که پنه جوسیه پوری بزینه اینی نلیلت بچه تخصیه بقیه رو بللش ترون بسته من خلالش یه بخ اگه دیدی که داره یه او من میام که بهتره که بره. تا رسیدم تو رو راه نمیدم VIP هنگوور کف هتل همه مدل VIP رفت و دستمه حسود نباشی تو هم شاید فیتت شد با مسعود جهانی مثلا بیفتم شب سپی خلصه شد کلی خیلی وقت ریت میزنه قلشم تو چسبیدم میگم بریم شب بچه نمیتونه. اونو گذاشتیم توی پارکینگ تا بریم تو آنتالیا دور بزنیم. هزینه پارکینگ مثل 3 ساعت 150 لیره تا 5 ساعت 200 لیره. بگم زیاد میگیرم به نظرم هزینه رو. مثل شبیه تو بود، ورژن اروپایی. نه یکم قاچ خورده بود. I'm kidding baby. فضای اینجا واقعا قشنگه، دوست داشتم. بعد از کلی دور زدن توی بافت قدیمی آنتالیا اومدیم کباب بخوریم. رستورانی هم که توشیم توی بافت خود شهره که هم پاساژ و مرکز خرید داره، هم کلی رستوران. های که من کباب مرغ میخواستم 150 لیر، اونم 250 لیر. کباب کوبیده که خوردیم برامون چایی هم آوردن. کلی از شهر آنتالیا. قاچتی. خب آنتالیا گردی هم تموم شد، داریم میریم به سمت اولودنیز. چجوری انقدر جاده هاشون قشنگه.
اولدنیز اومدیم بالای ساحل. همه اینجا میشینن لب جاده تا غروب آفتاب رو ببینن. ما هم صندلیمون رو گذاشتیم اینجا بغل ماشین. علی هم داره وسیله ها رو میاره تا غروب آفتاب و ساحل رو ببینیم. از اینجور حالا الان اینجا ساحل مشخص نیست ولی کوچولو برم جلوتر براتون فیلمشون میذارم. اینم اولدنیز زیبا و غروب آفتابش خیلی قشنگه. ما از بالای جاده اومدیم ساحل رو نگاه میکنیم و واقعا زیباست. اینم ساحل قشنگش. وای آهنگ مورد علاقه من داره اینجا تولید میشه. داخل پمپ بنزینشون تمیز و خفنه. حالا دستشویی ایران هر جای مارکو دیدین واسه بنزین زدن بریم واقعا. کم خرید کنم برای شام. تخم مرغ 42. رفتم خرید کردم. تخم مرغ خریدم 6 تا 45 لیر. نون خریدم 30 لیر. واسه دل کوچولومم این دوتا و اینو خریدم. یکی همسایه توی اولدنیز پیدا کردیم. قرار شد که شب ماشین رو بذاریم تو کمپسایت بخوابیم. حقیقی چادر زدن. آره چادرمون رو باز کنیم امشب. آره اینجا چادرمون رو باز میکنیم. چادر میخوایم خیلی جاش خوبه. همسایه تو اولدنیز شبیه 700 لیر. صبح خیر. روز ششم از سفر توی کمپینگ از خواب بیدار شدیم. صبحونه خوردیم اومدیم لب ساحل. متاسفانه امروز هوا ابریه. امروز هم شنا کنسله.
که دارن کانکت دست دارن ریچت آقا ما از لب ساحل اولودنیز همینطور سوار ماشین شدیم دور بزنیم و از کوه اومدیم بالا. بعد زدیم بغل، از بغل جاده، این گاردریله، از بغل جاده اومدیم پایین، رسیدیم به این ویو. باورتون میشه من خیلی دوست داشتم دره پروانه‌ای رو ببینم و یهو رسیدیم بهش از این بالا و واقعا قشنگه. چه رنگ آبی، چقدر آبیه، واقعا خوشگله واقعا. میخواستیم اولودنیز 2 روز بمونیم ولی خب چون هوا خوب نبود موندن ما هم فایده نداشت، واسه همین ناهار رو خوردیم و دوباره زدیم به جاده. اومدیم مارماریس، یه کمپسایت پیدا کردیم که شبو بمونیم و جز ما هیچ کس تو کمپسایت نیست. پاپی جون دوم تکون میدی برام؟ پاپی وای یک شب دیگر در کمپسایت به پایان رسیدیم. بلند نشد که اصلا بلند نشد. پاپی پاشو ببینم، پاپی پاشو پاپی. نه برو بلند شو. چه پا نمیشی؟ شب دیگر در کمپسایت به پایان رسید. هیچ کس هم جز ما نبود. مارماریس شهر لاکچری ترکیه هستش اینجا.